و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سنت این است که هر شخصی که وقتی که در نماز می ایستد همون ترتیب سور که خواند بهتر است. این سنت میگویم. اما شخصی که مخالفت کرد، مثلا سوره سوره ناس را خواند، قل اعوذ برب الناس را خواند، بعد سوره اما را خواند، نمیگویم که او مثلا خطا کرد. جایز خواندنش درست است، اما بهتر و اولاتر است این سنت که باید با ترتیب سور خواند. پیامبر صلی الله علیه و سلام نیز سوره زلزله ها را در اول رکعت و دوم رکعت خوانده بودند. یعنی اشکالی ندارد. کسی که خواند نمیگویم که او اشتباه کرد، بلکه سنت را اجرا نکرد. یعنی اولاتر و بهتر است که باید با ترتیب بخواند. اگر خواند نمازش درست است. مثلا سوره ها رو، مثلا سوره های با ترتیب نخواند، نمازش نماز است.